سلام، خیلی خوش اومدی به این ویدیو. خیلی خوشحالم که این ویدیو رو برای تماشا انتخاب کردی. من فاطمه و اینجا چنل خودتونه. موضوعی که قراره امروز صحبت کنم درباره‌اش، همه جا صحبت از این میشه که اگه چه کاری انجام بدی باعث قبولیت میشه، ولی من اینجا از تجربیات خودم هیچ ادعایی ندارم و در جایگاهی هم نیستم که بخوام الان کسی رو نصیحت کنم، ولی کارهایی که باعث شد خودم اون نتیجه‌ای که میخوام و امسال نگیرم بهتون بگم و حالا شما این کارا رو تکرار نکنید. اولین دلیلی که باعث شد من از اون نتیجه‌ای که میخوام خیلی دور بشم، ساعت مطالعه پایین بود. این ساعت مطالعه پایین برمیگرده به عواملی مثل گوشی و خواب نامیزون. خب گوشی باعث شد که من خسته کوفته بشم، ظهرها باعث شد که روزا دیر بیدار بشم، شب از اون ور دیر بخوابم و عملا هیچ ساعتی برام نمیموند که مطالعه با کیفیتی داشته باشم و این ساعت مطالعه رو بالا ببرم. و من هی با این خیال که میگفتم درستش میکنم، عید بعد عید کلی وقت هست و من هیچ وقت درستش نکردم و واقعا بزرگترین ضربه رو بهم زد. مورد دوم، حاشیه. این حاشیه منظور دقیقاً این بود که حاشیه با دوست و رفیق، حاشیه با فامیل، حاشیه با خانواده، اینا همه باعث شده بود که من فکرم خیلی درگیر بشه و یه مدتی بود که من کلا گوشه‌گیر شده بودم. بچه‌ها بازم میگم من هیچ ادعایی ندارم، هیچ ادعایی، و در جایگاهی هم نیستم که بخوام کسی رو نصیحت کنم برای بار دوم. مورد سوم آزمون، مهمترین چیز آزمون. من به دلیل یا حالا به بهونه این که من پایم ضعیفه، من از آزمونا جا میمونم، من مدرسه دارم، من کار دارم، من نمیدونم قلم چی سنگینه، آزمون شرکت نکردم و آزمون که شرکت نکردم تو خونم آزمون نمیزدم و میگفتم حالا وایسام تا عید خودم میرسونم برای جنبندی مینویسم مثلا قلم چی، خودم فقط داشتم گول میزدم و این بهونه ها رو پشت سر هم می آوردم و به این بهونه که من آزمون نمیدم از برنامه خودم حتی عقب میموندم. ولی اگر شما پایتون نسبتا خوبه، به بودجه بندی آزمون ها میرسی، حتما شرکت کن. آزمون حضوری خیلی بهت میتونه کمک کنه توی کنترل استرس، حل سوالات، آمادگی برای سر جلسه کنکور. خیلی خوبه، خیلی بهت کمک میکنه. مورد بعدی، پیشروی. من دوست داشتم که خیلی زود حتی زودتر از درس رو تموم کنم و بگم که آفرین درس رو تموم کردی و اینکه مثلا پایه درستی نچیدم. خیلی بد شد برام توی پاییز و زمستون، خیلی اذیت شدم و عملا هیچی از درس 12 نفهمیدم و اگر شما این کارو کنید هیچی نمیفهمید مسلما. دلیل بعدی که من باعث شد خیلی از اون چیزی که میخوام دور باشم این بود که من درسی که توش ضعیف بودم و آنچنان بهش اهمیت ندادم، یعنی اینطوری بگم که هیچ اهمیتی بهش ندادم و میگفتم حالا مثلا من میرم ریاضی فوقش 20 میزنم دیگه، 10 میزنم دیگه، ولی واقعا شما حتی روی 10-20% هم بسنده کنید خیلی کمتر میزنید. حتی بزرگترین اشتباه نهایا بودم. واقعا با اینکه خیلی اومدن گفتن که بچه‌ها نهایا رو جدی بگیرید، نهایا رو نذارید شب امتحان اشهد ان لا اله الا الله، گفتن که نهایا رو نذارید برای شب امتحان و من دقیقاً گذاشتم برای یک ماه مونده به نهایا. نتیجه چیز خیلی فاجعه‌ای شد و با اینکه کنکور رو نسبتا خوب دادم ولی واقعا نهایا کلا گند زد به همه چی. دلیل بعدی تفریح و رفت آمدهای خیلی غیر ضروری بود. یعنی اینجوری بود که درسته مثلا تا آخر هفته درس می‌خوندم و آخر هفته‌ها به بهونه تفریح میرفتم دقیقاً توی دهن گرگ، مهمونی خانوادگی و فامیلی. فکر کنم اگه بخوایم یه نگاه به گذشته کنکور کنیم، گذشته کنکور من فکر کنم از 12 ماه فقط 10 ماهشو من فکرم درگیر بود. حالا چه سر مقایسه، چه سر فامیل، چه سر خانواده، چه سر دوست، چه سر درس، چه سر خواب، چه سر گوشی، کلا درگیر بودم، فکرم درگیر بود. و حرفای آخرم به شما نصیحت، اینکه تا جایی که میتونید از حاشیه، افکار بد و چیزی که شما رو اذیت میکنه، حالا هر چی میتونه باشه، دور باشید. خودتون رو شاد کنید، به خودتون جایزه بدید. من مثلا امروز 4 ساعت زیست خوندم، آفرین به خودم. خودتون رو تشویق کنید، به جلوی خودتون تشویق کنید، چون مسیر کنکور خیلی طولانیه. مثلا بگید بابا مثلا 7 ماه، 8 ماه، 10 ماه، یه سال سری میگذره، ولی چون شما دارید درس میخونید، چون شما دارید مدرسه میرید، چون شما خودتون رو درگیر یک جامعه آماری کردید که همه دارین با هم دیگه رقابت میکنین، این مسیر خیلی طولانیه. نمیگم دور شید از درس، ولی واسه یک ساعت هم که شده توی هفته به خودتون وقت بدید، برای خودتون وقت بذارید، خودتون رو با روحیه نگه دارید. من متاسفانه هیچ کس بهم توی سال کنکور اینا رو نبود که بگه. کسی نبود بهم روحیه خیلی بالایی بده. کسی نبود بیاد بهم بگه که بابا یکم اگه الان حالت بده، هیچی نمیفهمی، یکم از درس فاصله بگیر و دوباره با یه خیلی حال بهتر برو سر درس. هیچ کس به من کمک نکرد توی سال کنکور که چطوری بتونم با این حال بدم کنار بیام. اصلا من میفهمید واقعا دارم چی میگم، خودم نمیفهمم چی میگم. ببخشید بچه، خیلی زیاد شد صحبت من. مواظب باشید، واقعا مواظب باشید که با کیا صحبت میکنید، از کیا مشورت میگیرید. هر کسی نمیتونه به شما مشاوره بده، هر کسی نمیتونه شما رو راهنمایی کنه توی مسیر. خودتون رو بهتر میشناسید. اگر توی برنامه‌ریزی و اجرای برنامه به مشکل برمیخورید که مشاوره بگیرید، ولی اگر نه، شما خودتون این مسیر رو هندلش کنید، دست به کار شید و هر چه زودتر شروع کنید. نگران نباشید که قبول میشید یا نمیشید. شما مسیر رو پیش ببرید، بقیه‌اش رو بسپرید به دست تلاشایی که کردید.
باز هم میگم من در جایگاهی نیستم که شما نصیحت کنم، به عنوان واقعا من و شما که دوستای منید داریم با هم صحبت می‌کنیم. حتی اگر نتیجه بگیرم یا نگیرم خیلی دوست داشتم که این حرف رو با شما در میون بذارم. خلاصه که خیلی خوشحالم که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردی. بازم خیلی دوست دارم، خیلی برام با ارزشی و اینکه تا دفعه بعدی که منو می‌بینی مراقب خودت باش. خداحافظ.